کومیل علمجانوف سخنگوی سابق پرزیدنت ازبکستان روز 1 مای در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت که مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در نتیجه دخالت شخصی شفقت میرزیوف حل شده است. پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیوف روز 30 اپریل با رهبران تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادر جباروف گفتگوهای تلفنی علیحده انجام داده بود. به دنبال صحبت تلفنی مستقیم بین جباروف و رحمان صورت گرفت و آنها جهت روز 1 مای در ولایت بادکند برپا کردن ملاقات هیئت‌های دو کشور در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز و برگزاری ملاقات روبروی دو پرزیدنت در دوشنبه در نیمه دوم ماه مای توافق کردند. بجز از میرزیوف، اتحاد اروپا و نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در آسیای مرکزی ناتالی گرمن نیز کمک خود را برای حل مناقشه بین تاجیکستان و قرقیزستان پیشنهاد کرده بودند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نیز به گفته سخنگویش برای میانروی در حل این مناقشه اظهار آمادگی کرده بود. در دوشنبه و بشکک ادعای کومیل علمجانوف را درباره نقش اساسی میرزیوف در حل مناقشه اخیر را هنوز شرح ندادند، ولی سخنگوی سابق میرزیوف که حالا امروی دختر پرزیدنت سعیده میرزیویوا رهبری بنیاد پشتیبانی مطبوعات ملی را به دوش دارد در فیسبوک می نویسد. چند روز آخر مطبوعات را خبر زد و خورده در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به لرزه آورد. شخصا خود من خیلی خواطر بودم که این مناقشه به جنگ کلان می پیشد. تیراندازی تانک‌ها و هواپیماها را دیده بسیاری ها فکر می کردند که وضعیت به آسانی حل نمی شود. چقدر آدم وفات کرد، آدمان زیاد جراحت برداشتند، لیکن با سعی و کوشش و دخالت شخصی پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیوف این مشکلی امروز حل شد. در پی صحبت‌های علیحده او با پرزیدنت‌های تاجیکستان و قرقیزستان راه مراسا یافت شد. به عقیده علمجانوف به حل برهان اخیر در بین دوشنبه و بشکک رهبر ازبکستان به جامعه جهانی خود را همچون یک شخصیت معتبر در آسیای مرکزی نفوذ و تأثیر دارد، همچنین رهبری که آسوده حل وضعیت می‌براید نمایش داد. در نتیجه مناقشه‌های اخیر در مرز ولایت سوغد تاجیکستان با ولایت بادکند قرقیزستان از جانب قرقیزستان 31 نفر کشته و 123 نفر زخمی شدند. جانب تاجیکستان آمار تلفات جانیش را نشر نکرده است، ولی در مطبوعات الکی نام 15 کشته شده نشر شد. منابع گوناگون همچنین درباره جراحت برداشتن 90 نفر در اسوره و ناحیه باباجان غفوروف خبر می‌دهند.